سلام، چطوری؟ از تئوری ترکیب شروع کردیم، رسیدیم به استراتژی ترکیب. استراتژی که طبق ادعای خودم دارای وین ریت 85% و ریسک ریوارد های بالای 1/6 داره. این اعداد تو این برهه زمانی هم غیر معقول میاد و هم غیر منطقی و هر انسان آگاهی باید بهش شک کنه. و این قبل شک کردن ها جزء بایدهای قبل انتخابه. یعنی چی؟ یعنی هیچ بقالی نمیگه ماستم ترشه. اون آمار رضایت مشتریه که این حرف رو تایید یا تکذیب میکنه. منم هیچ موقع نمیام از استراتژیم بد بگم. یکم بازترش کنم، من نوعی وقتی قرار راجع به هر چیزی هزینه کنم و ادعایی راجع به اون محصول، خدمات یا آموزش میبینم، باید بهش شک کنم و این شک باعث میشه تحقیق و بررسیم راجع به اون محصول، خدمات یا آموزش بیشتر و با جزئیات‌تر باشه. دلیلش چیه؟ خب میبینیم دیگه، کور نیستیم که یه اتفاقاتی افتاده که چه تو فضای مجازی چه تو واقعیت آدم اعتماد کردن به دیگری رو از دست میده، سخت اعتماد میکنه. یه مثال بزنم، طرف یه پیج 300,000 تایی داره، میاد یه آموزشی رو به 1000 نفر با شوآف و درآمدهای میلیونی و ادعاهای عجیب غریب با 80% تخفیف به 1000 نفر میفروشه. از اون 1000 نفرم 10 نفر رو انتخاب میکنه، میاد نظرشون رو نشون میده. نکته اول که باید مد نظرمون بگیریم اینه که نظر برای محصول فیزیکی کسی که مثلا یه کیفی میخره، میاد نظرش رو راجع به متریال و کیفیت اون کیف میگه. برای خدمات و آموزشات باید نتیجه و دستاورد ببینیم، به همون نشون بدن که هم شکمون برطرف بشه، هم تحقیق همون کامل تر، که هم اطلاعاتمون راجع به اون آموزش، رضایت ها بیشتر بشه. نکته دومی که باید مد نظرمون بگیریم بازدهی نسبت به کل هستش. یعنی اون شخصی که اومده آموزشیشو به 1000 نفر فروخته، بعد از اون 1000 نفر اومده 10 نفر رو انتخاب کرده و نظرشون رو به من و تو نشون میده، این یعنی بازدهی 1/100، یعنی 1%، که معلوم نیست از اون 10 نفر همشون واقعی هستن یا نه. این دوتا نکته رو گفتم که اطلاعاتون نسبت به انتخاب محصول یا خدمات این به بعد بیشتر باشه و قرار این نکات رو استراتژی ترکیب سوار کنیم. استراتژی ترکیب واسه کسایی که منو نمیشناسن یکم اعداد ارقامش عجیبه، ولی خب با یکم بررسی و تحقیق پیجم و کانالم و دستاوردهایی که داشتم میبینید نه ممکنه، ولی خب باز هم به نظر خودم همین کافی نیست. من اوایل قرار نبود دوره ترکیب رو یاد بدم، ولی خب وقتی تو پیجم چیزایی رو نشون میدادم، افراد میومدن میگفتن تو کلاهبرداری و اصلا این اعداد نمیخونه و فلان شده، حتی واسه رو کم کنی اومدم دوره رو آموزش دادم. تو دوره اول 4 نفر رو انتخاب کردم و به صورت خصوصی استراتژی ترکیب رو بهشون یاد دادم. تو این ویدیو قرار مصاحبه باشون داشته باشیم و دستاوردهاشون و نتیجه هاشون رو هم ببینیم. پس بزنید بریم. انسان دیگه دوست داره که کم رو کم کنه. نفر اول آقای علی عاطفت هستش که بعد اینکه دوره رو یاد گرفتن شدن یکی از بهترین رفیقای تریدری من. بریم مصاحبهشون رو بشنویم. سلام. بعد از 8 تا 10 سال تجربه فارکس و نتیجه نگرفتن توی فارکس از نظر مستمر بودن سودها و اطمینان به استراتژی و اینکه بشه اصلا روی فارکس یه شغل حساب کرد و کار دیگه انجام نداد، صورت اتفاقی با کلوپ هم ثروتی آشنا شدم، در صورتی که کلن خودم مخالف سیگنال استفاده کردم بودم و دلم میخواست همیشه خودم تحلیل کنم. اما آموزش هایی که از هر استاد بود میشد باهاش یه سوددهی مستمر داشت. اگر آموزش ها رو میدیدیم و از سیگنال استفاده میکردیم دیگه مشکلی نبود. اما من به این راضی نبودم، چون اصلا دوست نداشتم از سیگنال استفاده کنم. با آقا محمد آشنا شدم که
توی همون کلوب پیجشون رو پیدا کردم، اینستاگرامشون رو، و بهشون پیام دادم. اول کار خب بسیار راهنمایی کردن و هر سوالی میپرسیدم جواب میدادن، اما من چون پیجشون رو دیده بودم و تریداشون مشخص بود، دیگه اینقدر زیاد شده توی اینستاگرام دروغ و راست گفتن ها، خیلی راحت میشه تشخیص داد که چی داره درست میگه و ترید واقعی مشخصه. به اصرار زیاد خودم راضی شدم سبک خودشونو یادم بدن که همون ترکیب میشه و فکر کنم بهترین نقطه از فارکس من همون جایی بود که ترکیب رو شروع کردم. یعنی این که بدونم یه سود شانسیه، یه ضرر اتفاقیه و روش درسته، استراتژیم درسته، روی خودم باید کار کنم یا استراتژی اشتباهه، این خیلی مهمه. سالها سودم میکردیم نمیدونستم همین راه درسته یا نه، امکان داشت همون کار رو انجام بدی ضرر شد. ولی وقتی یه کوچ بالا سرت باشه و سبک جواب داده باشه، دیگه خیلی آدم خیالش راحت. اینکه وقتی استاپ میخوری یه جا رو مشخص کنه بگه ایراد اینه، یا اینکه سودا رو بگه اشتباه کردی، تیپی رو بگه اشتباه گذاشتی، این برای من خیلی مهمه. و یکی آزمون خطاهای اون سبک رو انجام داده، بعد خیلی البته به من لطف داشتن که در اختیار من گذاشتن و امیدوارم که بتونم واسه شون جبران کنم. ولی وین ریت بالا و استرس نداشتن توی فارکس خیلی مهمه. این که با خیال راحت هر معامله رو باز کنی و نتیجه از قبل واسه مشخص باشه، برای من خیلی مهمه. شخصیت خودشونم که واقعا یه معلم خوبن. خیلی ترکیب اولش که بهم گفتم اینا رو که از قبل بلد بودم، دوباره همون داستاناه و نشستم دوباره چیزایی که خیلی مبتدیه رو دیدم. بعد هی نکته اضافه شد و دیدم با چیزای ساده که ما اصلا در نظرش نمی گرفتیم خیلی راحت میشه سود کرد. فقط مهم اینه که نقاط قوت هر چیزی رو کنار هم قرار بدی و یه سبک خیلی خوب. اولش هم توی معاملات سوده بودم چون دیدم خیلی راحت تر بود. کم کم یکی دوتا استاپ خوردم، اذیت شدم. وقتی پیام میدادم خیلی قشنگ راهنماییم کردن. تازه فهمیدم بیشتر دارم بازار رو میفهمم و هی بهتر شد. یعنی جزئیات بیشتری فهمیدم و امانهایی که ضرر میشد. تازه متوجه شدم استاپ خوردن چقدر خوبه و چقدر کمک میکنه به آینده بهتر. من که دیگه شغلم شد و اون چیزی که میخواستم و بهش رسیدم و امیدوارم که کسایی که واقعا علاقه دارن بتونن از این سبک ترکیب استفاده کنن و نتیجه زحماتشون که واقعا آدم واقعی کمه توی فارکس، اونایی که حقشونه بتونن از این سبک استفاده کنن. ممنونم. خب این بود حرفای علی آقای عزیز. نفر دوم آقای خالد جان هستن.
یه فرد خیلی با استعداد و پرانگیزه. بریم گفته ها و دستاوردهای ایشون هم ببینیم. سلام و درود خدمت تمامی دوستان عزیز. خالد انقیاد هستم، 29 ساله، اهل شیراز. حدود 3 ساله تو بازار فارکس فعالیت میکنم. در ابتدای کار به دلیل دانش کم و بی تجربه بودن ضررهای زیادی رو تحمل کردم و مثل بقیه تریدرهای تازه کار با چند تا استراتژی ناقص و بدون مدیریت سرمایه و مدیریت احساس معامله میکردم و وقت زیادی رو پای چارت میگذاشتم. هر دفعه درآمد شغل آزادم رو وارد حساب میکردم و اونو کامل از دست میدادم. هر سری حس انتقام بیشتری نسبت به بازار به من دست میداد. خلاصه به جای اینکه این همه وقت رو صرف آموزش و اصول کنم، صرف از دست دادن زمان و سرمایه‌ام کردم تا بالاخره روزی به خودم اومدم که این بازار جای بازی و تفریح و قمار و از دست دادن کل زندگی نیست. به خودم گفتم الان وقت اینه به سراغ کسی برم که در این بازار به موفقیت و سود مستمر رسیده باشه. یعنی به اون چیزایی که من میخوام بهش برسم اون قبلا رسیده باشه. ولی خب نمیشه توی ایران و توی این بازار به هر کسی اعتماد کرد. شروع کردم به دیدن چند دوره پرایس اکشن ولی بازم نتیجه خوبی نداشتم. بعد در تلگرام و اینستا به دنبال کانال‌های سیگنال گشتم. مدتی هم برای ترید از سیگنال‌های به درد نخور افرادی استفاده کردم که باز هم چیزی جز ضرر برام نداشت. اکثر این کانال‌ها نه دانش داشتن، نه هدف، نه برنامه و فقط برای سودجویی به وجود اومده بودن و خیلی هم ادعا داشتن. تا اینکه توی تبادل گروه‌ها با کانال کلوب همثروتی آشنا شدم. همیشه ذهنیت من این بود که طبق استراتژی و پنل معاملاتی ترید کنم و مدیریت سرمایه و مدیریت احساسات بلد بشم و نیاز داشتم این اصول رو جایی یا از کسی یاد بگیرم. کلوب همثروتی آقا محمد رو کامل چند روزی بررسی کردم و از خدماتی که ارائه میدادن هیجان زده شدم، چون کلی مطالب از آموزش‌ها و دوره‌ها از 0 تا 100، کانال تحلیل، کانال مدیریت سرمایه، انواع ربات بک تست، مقاله‌ها، کانال مدیریت احساس، انواع ربات دستیار، انواع اندیکاتورها و کانال برترین اساتید خارجی که مدت‌ها بود توی کانال عمومی از سیگنال‌های رایگان ازشون استفاده می‌کردم. نحوه سیگنال‌ها هم به صورتی بود که تحلیل‌ها کاملا روی چارت مشخص بود و کامل میشد فهمید که سیگنال‌ها از استراتژی خاص و ریسک به ریوارد برخوردار هستند. بعداً تصمیم گرفتم کلوب طلایی رو بخرم، چون پکیج کاملی از تمام خدمات کانال رو دریافت می‌کردم. کم کم شروع کردم به یادگیری مطالب که خیلی خوب و اصولی چیده شده بودن و از 0 تا دوره تخصصی رو یاد گرفتم. در کنارش از پشتیبانی آقا محمد کمک می‌گرفتم و ایشون واقعاً دلسوزانه و به موقع منو راهنمایی می‌کرد. با شرکت‌های پراپ منو آشنا کردن و اینکه چطور از طریق سیگنال اساتید بتونم حساب پراپ باز کنم. اما ذهنیت من این بود که خودم و با استراتژی خودم پراپ باز کنم. پس از سیگنال استفاده نکردم. پولی هم دیگه نداشتم که باهاش ترید کنم یا حساب پراپ بردارم. چند ماهی در مغازه کار کردم تا اینکه بتونم دوباره حساب شخصیم رو شارژ کنم. فکر کنم با $200 شروع کردم. تصمیم داشتم وقتی به $400-500 رسید با $150 یک حساب $25,000 بخرم، چون هم آموزش‌های کانال طلایی مخصوصاً دوره‌های تخصصی و اسمارت مانی رو دیده بودم. بهتر میتونستم از سیگنال‌ها و موقعیت‌های معاملاتی که در کانال قرار می‌گرفت استفاده کنم. بالاخره اون $400-500 رو به دست آوردم، حساب رو خریدم.
خرداد 1402، یعنی امسال، با استراتژیایی که از کانال یاد گرفتم حساب رو پاس کردم و به سود اول $870 و برداشت دوم، یعنی سود دوم $900 رسیدم و هم سرتیفیکیت هم داخل کانال هست و هم سود هم. واقعا تا به اینجا رسیدم خیلی سخته کشیدم و یه شبه به دست نیومد و همش رو مدیون آقا محمدم. هر روز استوری‌های آقا محمد رو چک می‌کردم و تریدهاشون رو می‌دیدم. تا یه روز از ایشون خواستم تا معلوماتشون رو به هم یاد بدن. قبول کردن دوره ترکیب رو به من آموزش بدن. دوره ترکیب واقعاً بی‌نظیر هست و هیچ جایی این مطالب رو نمیتونید پیدا کنید. واقعاً برایش زحمت کشیدن. واقعاً جمع کردن این مباحث از سبک‌های مختلف در کنار هم کار هر کسی نیست. ولی آقا محمد تونستن یک استراتژی قوی با وین ریت بالای 90% و ریسک بریوارد حداقل 1/6 به دست بیارن. این دوره فقط به استراتژی و ریسک بریوارد خلاصه نمیشه. ایشون روی ذهنیت من، روی روانشناسی من و از همه مهمتر روی هدف گذاری من کار کردن و دید و مهارت من به کلی در این بازار تغییر کرد و همه اینها رو مدیون و قدردان زحمت‌ها و تلاش‌های آقا محمد هستم. خلاصه کلام، با ترکیب خیلی راحت از پس هر حساب پراپی برمیام و به سود مستمر رسیدم، خدا رو شکر. در آخر ممنونم از اینکه این فرصت مصاحبه رو در اختیار من قرار دادید. متشکرم. نفر سوم آقای حسنلو هستن که هم مصاحبهشون هم نتیجه هاشون رو قبلا داخل کانال و پیج قرار دادیم که اگه دوست داشتید میتونید برید ویدیو مصاحبه ایشون رو هم ببینید. و نفر آخر، نفر چهارم آقای فرزاد هستن. به دلیلی که ما نمیدونیم صداشون رو ضبط و ارسال نکردن و یه تکست برای ما فرستادن. ادمین عزیزم با کمک هوش مصنوعی تکست ایشون رو به وایس تبدیل کرد. بریم گفته‌های ایشون و دستاورداشون و نتیجه هاشون رو ببینیم و بیایم. خدا قوت به تیم قوی کلوپ هم ثروتی و آقا محمد عزیز که زندگیمو بهش مدیونم. نمیخوام زیاد طولانی بنویسم چون ممکنه سرتون رو درد بیارم. فرزاد رحمانی هستم، 29 ساله، از تهران که حدود 4 سالی ایران در فارکس بودم تا اینکه با کلوپ و آقا محمد آشنا شدم. اوایل بررسی کردم و با خرید یکی از اشتراکات کلوپ با طرز کار آقا محمد آشنا شدم. تأکیدات، مشاوره‌ها و اصولی کار کردنشون منو محو سبک کاریشون کرد و تونستم با کلی اصرار استراتژی ترکیب رو ازشون آموزش ببینم و الان حدود 1 سالی میشه سود مستمر میکنم که برای انگیزه دوستان برای ادمین عزیز کلوپ ارسال میکنم و ایشون لطف کردن و به صورت پست قرار میدن. ترکیب شاید اوایل خسته کننده و چیزهای جزئی بود ولی آخرش بوم شد. برای من وین بالای 70%، ریوارد 1/5 بس بود. برای بقیه نمیدونم چقدر شد. در کل خیلی از آقا محمد ممنونم. ایشالله دست به خاک بزنن طلا بشه. خب این بود مصاحبه و نتیجه دوره اول استراتژی ترکیب. 4 نفر، 4 مصاحبه، 4 نتیجه. بازدهی 100%. این بازدهی ممکنه همیشگی نباشه. ترکیب همیشگی. ما اول عمل میکنیم، نتیجه نشون میدیم، بعد پیشنهاد میدیم. قدر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. امیدوارم براتون مفید باشه. خدا نگهدار.